ما تقریبا 2 ساله که خونمون نزدیک باملنده و اولین صبحیه که اومدیم باملند. میدونم تو با چه بدبختی پول در میاری. الا قشنگا، حالتون چطوره؟ ساعت 6 صبح ما اومدیم دریاچه پیاده روی. اگه فکر کردیم ما خیلی سحرخیزیم که 6 صبح پا میشیم میایم پیاده روی، سخت‌تر اشتباهیم. ما دیشب نخوابیدیم، یعنی کلا تایم خوابمون چند وقت خیلی به هم ریخته، اینجوری که تا صبح میخوابیم، غروب پا میشیم تا صبح بیداریم و اینا. برنامه اینه که امروز نخوابیم، چالش اینه قرار نخوابیم تا 9-10 شب خودمون رو بیدار نگه داریم که خوابمون تنظیم شه و این صبح قشنگ آدم از دست نده. برنامه اینه، نمیدونم قراره چقدر موفق باشیم. حالا من یه دونه قهوه ساعت 3-4 صبح خوردم، باز یه قهوه بعد از پیاده روی میخورم. بعد عصری هم قراره که برم همیلا سنتر با یکی از دوستام، بلیط سینما گرفتیم. امیدوارم داغون نرم دیگه. برنامه اینه. حالا نسبت به ساعت 6 صبح واقعا شلوغ، ورزشکار زیاد میبینم، خیلی میان میرن. براتون ویدیو میگیرم ببینین، آدم انگیزه میگیره از آدمایی که میبینه دارن ورزش میکنن. الانم هوا واقعا هنوز اونجوری گرم نشده، خوبه. ساعت 6 واقعا تا 7 فکر میکنم اوکیه. بعد از 7 دیگه هم اشعه یووی مناسب نیست برای بیرون بودن، هم همین که گرم میشه. الان باد خنکیه، یه نسیم خنک صبحیه و ایناست، حال میده دیگه. همین فعلا. شاید باورش هم براتون سخت باشه، ما تقریبا 2 ساله که خونمون نزدیک باملنده و اولین صبحیه که اومدیم باملند. خیلی که مثلا عشق پیاده روی و دو و اینان خیلی دوست دارم. مثلا باملند که جاهاییه که واقعا واسه این کار خیلی خوبه، ولی ما تنبل تر از اونیم که 6 صبح بیایم برای دویدن. البته غیر از تنبلی مشکل پا و کمرم هر دومون داریم متاسفانه، و همین مانع میشد که ما این کار رو انجام ندیم. اگه این تجربه خوب باشه احتمالاً تکرارش کنید. شاید باورتون نشه ولی این ساعت 6 صبح اومدن عکاسی. اینا هم فکر کنم مثل ما شب زنده دارن، وگرنه هیچ کس این کار نمیکنه که این موقع بیاد عکاسی تولده. دیدم دارن نگاه میکنن، دوربین آوردم این بر و فضا لذت ببریم. خیلی بانمکه این اردکا، ای خدا کاش یه نونی چیزی می آوردم بهشون میدادم. خب ما پیاده رویمون تموم شد. مقصد دوممون نان سحر اومدیم یه قهوه بخوریم دیگه. از الان گرمه واقعا، عرق کردیم. اصلا دیگه تایم مناسب برای پیاده روی نیست. همون قبل 7 پیاده روی تو کردی نکردی دیگه قشنگ به چوخ میری. الان دیگه ساعت دقیقا 7. بریم. من نان سحر رو واقعا دوست دارم، مورد علاقمه. آقا من یادم رفت از صبحونمون ویدیو بگیرم براتون.
قهوه است. ساندویچ های سس پستو و بوقلمونش که من همیشه میام اینجا اینو میگیرم. خیلی طعمسازیش خفنه. تو یکی از شورت ویدیو هم معرفیش کرده بودم اتفاقا که ساندویچ رو تست کردم و اینا. همونو خوردم و با آیس لته اومدم بیرون. تازه یادم افتاد که من چیز نکردم، ویدیو براتون نگرفتم. بریم خونه فعلا یه ذره کارامو انجام بدم تا عصری که میخوام برم همیلا سنتر برای سینما و اینا. خب من آماده شدم دارم میرم سینما، یعنی همیلا سنتر که 6 تا 10 دقیقه اینا چیز دارم، تایم سینما داریم من و دوستم. بعد امروز فقط یه 2 ساعت حالت چرتیونم، نه خواب عمیق داشتم، خیلی گیجم. امیدوارم شب بتونم بخوابم و خوابم اوکی بشه دیگه، به این داستانا نخورم. واقعا سخت گذشت امروز، کلا اینجوری بود دیگه. آره آقا ما مجدد برمیگردیم طبقه پایین چون سالنش پایینه. یه خیلی بینامونشونه، تابلوی درستی نداره آدم بفهمه کجاست. بالاخره پیداش کردیم. نوشیدنی گازدار فرشیده، همه با هم، هر کی یه طعم. الان شاهینا دارن میان، نمیتونی فعلا فردا رو کنسل کنی؟ کنسل؟ که نه عقب بندازیم، کنسل کنیم. اینا حرفه قشنگ تو سر فاصله داریم. قربونت برم الان این جمله رو گفتی که فردا تو زندگی به هر مشکلی خورده بگی من که گفته بودم ازدواج نمیخوام. والا تو از موقعی که اومدی داری قیافتو کج و کله میکنی. من از موقعی که اومدم گفتم فقط یکم نمیدونم از قیافم مشخصه یا نه، خیلی حالم بده، داغونم. یعنی هم به خاطر بیخوابی که امروز کشیدم و انجامش دادم، هم فیلمش خیلی دارک و تلخ بود و با حال بدی از سینما اومدم بیرون. اصلا مناسب امروز و شرایط روحیم نبود. بله خب من این کارو کردم، شما انجامش ندید. فعلا خداحافظ.